خب ما همکنون در منطقه طالقانی تهران هستیم و در حال حاضر شاهد فعالیت پدافند هوایی هستیم برای مقابله با اهداف متخاصم دشمن. همکنون در همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم پدافند داره عمل میکنه بالا سر ما. تا همین ثانیه پیش شاهد مقابله پدافند با اهداف متخاصم دشمن بودیم در آسمان پایتخت. بیننده SNN TV باشید. گزارش لحظه ما رو از بله همین الان هم دوباره زدن اگه دوربین بگیره بالا سرمون. بله داریم میبینیم که همکنون پدافند نیروهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در حال مقابله با اهداف متخاصم دشمن هستند. از مردم خواهش میکنیم که آرامش خودشون رو حفظ کنن در این لحظات که نیروهای امنیتی در حال مقابله با اهداف متخاصم دشمن و دفاع از مرزوبمون هستند. بیننده SNN TV باشید.